با بیکینی بیا و فیلم باجناقی پخش کن. حرفهای جنجالی سینا ولی‌الله، مجری شبکه ماهواره‌ای که جنجال زیادی به پا کرده. سینا ولی‌الله، مجری و گوینده فراری صدا و سیما که به فعالیت‌های ضد انقلاب به صورت جدی با زبان طنز می‌پردازد، با توهین به مقدسات دین اسلام و حمله به حرمت اشخاص سعی بر هنجارشکنی دارد و در زیر زبان طنز خود اهداف شومی را در سر می‌پروراند. سینا ولی‌الله متولد 25 مهر سال 1355 در تهران مجری و برنامه‌ساز است. او فارغ التحصیل لیسانس گرافیک از دانشگاه آزاد و فوق لیسانس ارتباطات و روزنامه‌نگاری دانشگاه هنر میباشد که با برنامه چند شنبه با سینا شناخته می شود. او در شهر تهران به دنیا آمده و یک خواهر و برادر دارد و پدرش کارمند وزارت نیرو و مادرش از کارمندان عالی رتبه وزارت فرهنگ و هنر بودند. او در دوران مدرسه علاقه شدیدی به سینما و تلویزیون پیدا کرد و در اکثر جشنواره‌های فیلم و اکران‌های خصوصی فیلم‌های سینمایی با توجه به فعالیت‌های مادرش در وزارت فرهنگ و هنر حضور پیدا می‌کرد. در سال 1370 در سن 15 سالگی به واسطه یکی از دوستان پدرش به نام احمد بهبهانی که صدای متفاوت او را می‌شناخت، در یک سریال به جای یکی از شخصیت‌ها صحبت کرد. بعد از این تجربه علاقه او به سینما و تلویزیون چند برابر شد. در سال اول دانشگاه با حمایت مادرش برای آزمون استخدام واحد گرافیک صدا و سیما به صورت پاره وقت شرکت کرد و در روز مصاحبه با صدای منحصر به فرد خود توجه مصاحبه کنندگان رو به خود جلب کرد و به جای گرافیست او را به عنوان گوینده رادیو استخدام کردند. او ظرف 1 سال پله‌های ترقی رو در رادیو طی کرد و در سن 19 سالگی به عنوان یکی از گوینده‌های ثابت برنامه‌های زنده انتخاب شد. بعد از حضور موفقش در رادیو برای اجرا به شبکه جام جم دعوت شد و توانست به عنوان تهیه کننده و مجری کار خودش رو آغاز کنه. ویژه برنامه‌هایی چون جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، جام باشگاه‌های اروپا و المپیک در شبکه ورزش. این مجری زمان حضورش در ایران 3 بار به عنوان برترین گوینده رادیو نامزد دریافت جایزه بود. او در سال 84 وقتی 29 ساله بود به دعوت شبکه PMC مهاجرت کرد و به عنوان مدیر تولید و مجری به این مجموعه پیوست و در طول 5 سال فعالیت خودش چندین برنامه پربیننده رو تولید و در 100 برنامه دیگر کار دوبله کرد. در سال 87 وقتی 32 ساله بود با خانم دکتر روانشناس سمینه ایزدی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر به نام دیباست. در اواخر سال 88 با تأسیس فارسیوان موفق شد به عنوان مدیر، مجری، تهیه کننده وارد این شبکه فارسی زبان بشود. او در نهایت در سال 92 با تهیه کنندگی و اجرای برنامه چند شنبه با سینا به شهرت رسید. اکنون مسئله‌ای که حائز اهمیت پوشش مجری ممنوع تصویر صدا و سیماست که جنجال و سر و صدای زیادی به پا کرده. ژیلا صادقی در برنامه زنده‌ای که اجرا می‌کند با پوشش کت و دامن ظاهر شده. این پوشش اگر تا مدتی پیش در خیابان دیده میشد مورد برخورد قرار می‌گرفت، اما چه شده که صدا و سیما چنین مصاحبه‌ای به خرج می‌دهد و ناگهان سیاست‌های خود را تغییر داده؟ پوشش ژیلا صادقی مجری صدا و سیما که به تازگی بعد از چندین سال ممنوع تصویری به تلویزیون برگشته با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. این مجری تلویزیون با پوششی شبیه کت و دامن با شلوار و روسری رنگی در یکی از برنامه‌های شبکه 3 ظاهر شده و محتوای برنامه هم به مطالبی درباره رضا پهلوی و همسرش یاسمین پهلوی اختصاص داره. بعد از پخش این برنامه بحثی در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد که محتواش این بود که بازگشت یک مجری ممنوع تصویر به تلویزیون، آن هم با پوشش و اظهاراتی کم سابقه، بی ارتباط با مسئله انتخابات مجلس نیست.
ژیلا صادقی که به طور ناگهانی از صدا و سیما حذف شد و با اینکه در دوران حذف از صدا و سیما در شبکه‌های اجتماعی شخصی پوشش اسلامی رو رعایت نکرده و حواشی زندگی خصوصی و طلاق او هم بر مسائل شغلی او سایه انداخته بود، اما هیچ یک از اینها باعث استمرار عدم حضور او در تلویزیون نشد. مسئله اینجاست که چرا گاهی استانداردها در ایران دوگانه می شود. در واکنش به کت و دامن ژیلا صادقی، علی کریمی نوشت: مردم ایران فراموش نمی کنند هرزگان حکومتی رو. پرستو قدیمی شد، رفتن سراغ ژیلا. سینا ولی‌الله، مجری و طنزپرداز سیاسی هم در واکنش به این پوشش نوشت: کت و دامن که هیچ، با بکینی هم بیاین و هر شب فیلم باجناقی پولفکان رو سریالی پخش کنین، باز هم نظر مردم همینه. بسیاری از کاربران این اقدام صدا و سیما رو تلاشی برای جذب مخاطب در آستانه برگزاری انتخاب مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند ماه می‌دانند و این در حالی است که رهبر انقلاب فرمودند: ما حدود 2 ماه دیگر 2 انتخابات مهم داریم. ملت ایران باید برای انجام این 2 انتخابات به بهترین شکل آماده باشد. رهبر خاطر نشان کردند اگر مشارکت ضعیف باشد، مجلس ضعیف خواهد شد. مجلس ضعیف هم توانایی کامل برای رفع مشکلات را نخواهد داشت. اگر می‌خواهیم مشکلات رفع بشود، باید مشارکت را بالا ببریم. این وظیفه همه ماست. هر که می‌خواهد مشکلات کشور برطرف بشود، راهش این است. سپاس از همراهیتون. اگر تا الان کانالم رو سابسکرایب نکردید، بزنید روی دکمه سابسکرایب تا از حواشی بعدی در رابطه با سلبریتی ها با خبر بشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.